بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب الاربعون النوویه، چه حدیث امام نووی الله سبحانه و تعالی این کسا رحمت کند. درس امروزی ما الحديث الحادي عشر، يعني حديث 11. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. خب، يعني حديث 11 هم گفتیم از ابو محمد کنیش الحسن ابن علي رضي الله عنه. حسن ابن علي ابن ابي طالب سری دختری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، نبیره دختری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خوشبویی که او ریحانتی گفته، خوشبویی که میگه. روایت میکنند که گفت از ابو محمد الحسن ابن علی ابن ابو طالب سری دختری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همون سبط رسول الله هم که میشه، و خوشبویی که او فهمیدید. روایت میکنند که گفت، همون نبیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم از باباش نقل کرده شده است، از پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم حفظ کردم. گفت که دع ما یریبک، در بعضی روایت ها یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هر دوشون میده درسته. رها کن، یعنی بپر تا آنچه را که تو را به شبهه می اندازد و بگیر آنچه را که تو را به شبهه نمی اندازه. یک کار دیدی که دو نمود نان در پیشت روبرو شد، یک تشان شبهه دار است، یک تشان شبهه دار نیستی. شبهه دار پرتاو بی شبهه شگیر. دو نمود گوشت برای تو پیشنهاد میکنن، همیده. یک تا از امریکا میگون، یک تا چه از مسلمانان امریکا، یک تا ایران میگوین، فهمیده. اما حد ضرور باشد که همونی که امریکا هست اوی میخوری تا گوشت ایران خوردن، فهمیده. برای مثال گفتست رها کن آنچه را که تو را به شبهه می اندازد و بگیر آنچه را که تو را به شبهه نمی اندازد. رواه الترمذی و النسائی و قال حدیث حسن صحیح. حدیث ترمذی و نسائی روایت کردن و گفته از ترمذی که حدیث حسن و صحیح است. ان شاء الله در موردی حدیث حسن چیست و صحیح چیست اینو با دیگه علمنده میگذاریم. این بود یعنی حدیث امروزی که الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.